السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، برادران گرامی، ما جوانان امروز تصمیم گرفتگی هستیم که یک ستاد موقتی تشکیل کنیم و برای تشکیل کردن یک چنین ستاد همکاری شما هموطنان عزیز لازم است. مقصد از این ستاد را تشکیل کردن در این است که ما و شما در یک جایگی صدا بلند کنیم و از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب کنیم که هر چه زودتر اینترنت رو در تاجیکستان ارزان کند. اینترنت مال شخصی یگان نفر نیست. مشکلی شخصی یک تاجیک نیست. این مشکلی همه تاجیکستانیان است و به همین خاطر ما شما را دعوت میکنیم که بیایید در یک جایگی همکاری کنیم. هموطنان عزیز، ما سه پیشنهاد داریم. اول به خودمان و بعدا به شما. پیشنهاد اولی ما این است که ما همه با هم در یک جایگی چگونه که دیگر هموطنانمان را میبینیم در شبکه اجتماعی ناراضگی خودشون را بیان کرده ایستادند و ما جوانان هم از شما مردم تاجیکستان خواهش میکنیم که ناراضگی خودتان را بیان کنید و اگر ما و شما ناراضگی خودمون را بیان کردیم، حکومت تاجیکستان ناراضگی ما و شما را نادیده گرفت. بعداً پیشنهاد دوم ما این است که همه با هم باز در یک جایگی ویدیو کنیم. ویدیو کاری سخت نیست هموطنان، همگی 1 یا 2 دقیقه. فقط ویدیو را گران میکنید، میگوید که من یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستم و از گران شدن اینترنت در تاجیکستان ناراضی هستم. فقط ناراضگی خودتون را بیان کنید، زیرا این مشکلی همه ما و شما هستند. هموطنان عزیز، شما حالا میبینید این ویدیوها را که برادران و شهروندان تاجیکستان ناراضگی خودشون رو بیان کرده ایستادند. شما هم هموطنان عزیز و مثل اینها ناراضگی خودتون رو بیان کنید. من از این راضی نیستم. اینترنت هم کتاب است و این کتاب یک کاری کنید که همه خواند. یک کس عطسه زد بعد میگیرن اینترنت رس میکنن. چه حق داری؟ چه حق داری اینترنت ملت رس میکنی؟ دوستان عزیز، مردم گرامی قدر، بیایید امروز سرجم شویم و صدای خود را بلند کنیم. بازنشر را فراموش نکنید در گروه های خود و از جمله شما نیز میتوانید صدا بلند کنید. امروز من تصمیم گرفتم که فکر و عقیده خود رو، ناراضگی و اعتراض خود رو بیان نمایم. بعد از این ویدیوهایی که ما و شما میکنیم در یک جایگی، اگر ما ببینیم حکومت تاجیکستان باز این ویدیوهای ما و شما را نادیده گرفت، پس پیشنهاد سوم ما این است هموطنان عزیز که ما همه با هم در یک جایگی به میدان ها بیاییم. پیش از اونه که من شما را به میدان دعوت میکنم، دانسته باشید که اگر شما راضی باشید، اگر شما آماده باشید به میدان ها برآمدن، پس ستاد ما مسئولیت همون میتینگ ها را به عهده میگیرد. در هر کجای شما هستید، از جمله روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، اروپا، امریکا، در هر کجای هستید نیستید، اگر شما راضی باشید، اگر شما آماده باشید هموطنان عزیز، ستاد ما از جمله خودم یک مسئول همین ستاد هستم، آماده هستم به همون دولت هایی که حالا من ذکر کردم بیروم و با شما هموطنان عزیز در میدان ها راست بیستم و همه با هم در یک جایگی طلب کنیم، حکومت رو مجبور کنیم که اینترنت رو ارزان کند. این سه پیشنهاد بود که ستاد ما برای شما هموطنان عزیز پیشنهاد کرد و ما میبینیم برادران عزیز، دوستان گرامی، هر کسی که حالا ویدیوی ما را میبیند، خواهش ما از شما این است که بنویسید و اگر امکان داشته باشید ویدیو کنید. ما میبینیم یک مدت اگر حکومت قبول نکرد ویدیوهای ما و شما را نادیده گرفت، نوشتجات‌های ما و شما را نادیده گرفت، پس راه حل همین سوم است که بعدا ما در ویدیوی آینده به شما خواهیم رساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما بودم سلیمان مرزویی.